درود خدا بر شما و بر نزدیکان شما. السلام علیکم و رحمت الله. دوستانی عزیز و قدردانم، هزاران بار خدا را شکر. خدا را شکر که به چنین روزها ما را آورد و رسانید و بعداً چیزها را نصیبمان گردانید. یک جو سفر داریم، خدا قبول کند، که بسیار آرزو بود که در دل می پروریدیم. از این سبب پیش از سفر خواستم از هر یکی شما منظرت خواهم. شاید دل کسی را رنجانده باشم، چی به گفتار، چی به رفتار، چی به کردار، هر طوری نباشد. نه وابسته گناه از من گذشت یا از کسی دیگر. از این سبب از همه بخشش میپرسم منظرت ما را قبول کنید و التماس در حق ما نیز دعا کنید تا که رویم و دیگرگون شده بیاییم. پروردگار سفر ما را قبول کند. در حق همه شما دعا میکنیم.